السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره مسد سوره مکی هست و 5 آیات دارد. در اینجا ترجمه می شود. سوره مسد وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سبب نزولش همی است که دعوت میکرد به سوی بگیم یگانه بودن و از عذاب مکه بدگی را میفهمون اهل مکه را. در همین حالت ابکی اون ابو لهب بسیار گپای قبیح گفت و سنگ پرتافتن طرف نبی صلی الله علیه و همین آیات بگیم سوره مسد نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت به معنای هلاک شد و شکسته بود. به معنای دعایی است. به معنای دعایی است با به عوض این که هست با موضی هست. هلاک شد. تبت ید دستان ابی لهب و تب هلاک و نابود گردید. الله پاک همین خیلی گفت. تبت ید هلاک شود و شکسته بود، ضرر بود دستای ابی لهب. ابی لهب نامی عمل که پیامبر خدا صلی الله علیه و تب و هلاک و نابود گردید الکه. اینه که الله پاک میگه این الکه دوزخته شد. اینجا دستاشو گفته همه در نظر داره، فقط دستای اون نه. مثلا ما اغنى عنه ماله و ما کسب. وقتی که این گپا رو شنوید ابی لهب، چیزی که بعضی مفسرین میفرمایند، گفت اگر این خیلی باشه ما با مال و با فرزندم مثلا خودم از دوزخ خلاص میکنم. اگر راست گفته است باشد. الله پاک میگه که مالش و اون چیزی که مثلا چیزی کسب کرده بود اون بگیم یاردم نکرد. ما اغنا بای نساخت اون را، یاری نکرد اون را، بی پروا نساخت از همون مالش و ما کسب اون چی کسب کرده بود. یعنی فرزندش در نظر دارد میگن بعضی مثلا که مفسرین. نه مالش فایدهش میکنه دورا، نه فرزندش دیگه در روز قیامت و در دوزخ. سیصلی نارا ذات لهب. زود است که میدراید نارن گفته آتش را، ذات لهب همون آتشی که صاحب شعله هست، صاحب سوزش سخت هست، علنگدار هست. ذات لهب آتشی صاحب چی؟ مثلا شعله دار رو بگیم که سوزش بلند سخت دارد. و امرأته حمالة الحطب. و زنی اون ام جمیل بسیار دشمنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. و زنی همون ابو لهب که باشه حمالة الحطب هست. حماله هوچ کننده، بردارنده، حطب چوب هست، سوزشواری هست، هیزم کش است. بعضی گفتن که در دوزخ هر دوشون در دوزخ هستند و اون زنش که از برای سوختن شوهرش با که هست چوب زیاد آوردن میگیرد و سوزاندن میگیرد. و در حقیقت در همین دنیا هم هیزم کش بود که در راههای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خارها را گرفتن میچوشیده میخیل که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در پایهای مبارکشان بزند، اما در پای شوهر خودش میزد بسیار وقت و در پای همون مشرکین مکه میزد. فی جیدها گفته در گردن همون زنی همون ابو لهب. ها برای چی بود؟ زنانه بود گفتیم ما. فی جیدها در گردن او. جید گفته گردن میگن. حبل بند، رسمان. حبل از مسد هست. یعنی که مسد رشته به هم پیچیده از لیف خرما، از هم پوست و از هم چیزی خرما کردگی هست. یعنی که در گردن همون زنی ابی لهب بند هست از مسد، از لیفی خرما شده است، با هم پیچیده است بند. بعضی روایات میگه که همون بندی که برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیزم کشی میکرد که در راهش بگیم که خار بچوشد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ضرر برساند، همون بند یک از روزها خیلی بی‌فرش بود. ام جمیل می نشیشت همون زن ابی لهب
دم میگرفت که همون بند همین خیل بگیم رنگ دار کشیدگی و همین قرتق جف کرده همون کشت. بعضی میگن اون ملائکه بود این طور کرد، بعضی میگن الله پاک امر کرد همین خیل شید. خلاصه اگر به روز قیامت اینها هر دشون در دوزخ هستند، همون ابولهبی که دشمنی با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرگ کرد. و اینجا یک معجزه دیگر همین قرآن همین است که هلاک باد دستان ابی لهب. تبت اصلا موضوع هست به معنی دعاش نیست است. الله میگه هلاک باد، شکسته باد، ضرر باد دستهای هر دو دست ابی لهب و تب و هلاک گردید، نابود گردید. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله الله په وقت ایخیل خبر کردیست از ابی لهب میتونست بگه که من اسلام آوردم، نه هلاک شدم نه دوزخی شدم. قرآن دروغ بود است. اگر من اسلام قبول کردم میتونست بگه، اما که در علم الله گذشته بود که این بدبخت کافر میبرد و الله که خبر کرد همون میشود و خبر کرد که این کافر میبرد و هلاکت است و دوزخی است. جای این ابو لهب هم گپ رو میشنوید و نمیتونست که برای دروغ گفتن قرآن حتی حداقل ایمان قبول کنند. همین را کردن نمیتونست، چون که از خبر الهی بود، یکی از معجزه های قرآن هست. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.